سلام دوستان، خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز اومدیم با یه ویدیو فوق جذاب و فوق سکسی. خب این ویدیو دوی مخفیای مثبت 18 هستش، زیاد هم مثبت 18 نیست، یعنی میتونید هم بچه‌ها ببینن هم بزرگسالا. زیاد اونجوری بگم بده که بخوام واسش سنی بذارم، محدودیت سنی بذارم، نه نیستش. اول از همه سابسکرایب کنید چنل یوتیوبمون رو، کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نریزه و لایک، زنگوله، پیج اینستاگرام. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. دوستان بریم ویدیو رو با هم ببینیم. خودم هم اولین باری که میخوام ببینم و اینکه قبلا نگاش نکردم، یه ریاکشن بریم. اوه دوست دخترش بغلشه، میگه دوست دختر داری؟ بعد پله برقی داره بهش دست میزنه داخل پله برقی. اوه شاکی شد. میتونی کمکم کنی؟ اوه فوش داره بهش میده، فوش داره میده. اوه آجی این اون عصبی هست. اوه این چه خوبه آجی، سمت راستی، هم سمت چپی خوبه هم سمت راستیه. چرا چرا این بدبخت رو زد؟ پشمام آجی، این که کاری نکرده بود. عینکش افتاد، عینک تو بردار. چرا اینو میزنه؟ اوه سیاه‌پوستا هم غیرتی الان. اوه رفت بره دنبالش بکنم. میخواد بره دنبال، نه چیزی نشد. این مگه دوست دخترش نیست؟ فکر کنم خواهرشه یا رفیقشه یا خواهرشه، نمیدونم. What the fuck؟ اون سمت چپیه دیدی چی کار کرد؟ What the hell are you doing man؟ چی کار کرد؟ یه ذره بزنیم عقب. اون چرا اینو اینو هی ددی صدا کرد دختر. حاجی این شوگره، این 100 شوگره. بهش بیا پایین داستانش. باز اونو زد. بابا به این چه ربطی داره؟ اون داره پرنکش میکنه. نکنید این کارو بابا. دختره اونور آبی هم حساسن ها، زیادی حساسن. اوه میگه چی کار داری میکنی؟ آجی چه آب میوه گنده ای هست، جلوات میوه میزان شکمش داره آب میوه میل میکنه. اوه رسید به قسمت جذابش، پسره به دختره دست زد. فکر کنم این بار درگیری پیش بیاد. پسره چه بیخیال بود، پشمون. خیلی پسره بیخیال بود. به زنش نگاه میکنه. اوه چه بد زدش. زد زیر گوشش؟ نه زد رو کتفش. فکر کنم اون فهمید پرنکه. پسره 100% فهمید پرنکه. اوه شکمی چه هیکلی داره دختر. وای خدایا، وای این قرمز کرد پسره. میگه بیا دنبال من. میدونم انگلیسیه شما در اون حد هست که بفهمید چی میگم، ولی واسه کسایی که یه ذره امکان داره ندونن چی میگم، من دارم میگم دیگه. خودم اونقدر قوی نیست انگلیسی. داره فوش میده دختره بهش. دختره شکاری شده، داره فوش میده بهش. میگه بیا، میگه ولش کن. حاجی ولی فکر کنم ایران بود اینجوری بود حاجی، جیس و جیس کشی بود. خیلی بد میشد اگه ایران بود، اصلا نگم براتون. حاجی یه ذره حالتهای دوست دختر سفر خلصر نداره دختره، یه ذره یه ریز حالتی هست
نیلو داره. اوه گی تلگرام هم ولمون نمیکنه. بذار بزنیم عقب اینو نفهمیم چی شد. فکرم گفت چه بازوهایی داری. دختر میگه به من نگاه کن. اوه 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 جابجایی کرد. این پشما پسری چه خوش تیپه. فکر کنم این دوی مخفی از تو آمریکاست. پسره چه حال کرد. میگه من چی کار کنم آجی. یارو اومده من دست زده. اوه قیافه دختره معلومه که این از دست یه چیزی عصبیه، منتظر یه بهونه است و اینم که الان بهش دست زده و وای. اوه دختره آجی خیلی شکاری بود. این ور نگاه کن بابا، کجا رو داری نگاه میکنی؟ این ور نگاه کن. اوه دختر به دختر چرا مالید به شوهرش؟ What the fuck؟ دخترش چه مجرای بدی داشت. چجوری نگاش میکنه دختره؟ میخنده و نگاش میکنه آجی. جنبشونو ببین. آخه بعضی هاشون ممکنه بفهمن که فرانکه. چیکار میخواد کنه این؟ میخواد بره بالا. نه رها کرد. اون خندید. اوه 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 اوه. با خنده سرتش هم میارم ولی تو خونه خشتک همو پاره میکنم. چیه؟ دستش رو گفت بدو بریم اینجا جای ما نیم. فهمید پرنکه. میگم 70% میفهمم پرنکه. اوه آجی این معلومه این خوشش داستا. جفتشون خندیدن. بکنم گفت ورده برو واسه خودت. نگاه قرمز کرد آجی. دخترش چجوری نگاه میکنه؟ خدا رو شکر این اتفاقات تو ایران نمیافته. میزان کشتار چرا اینو هول میده؟ آها اینم داره نگاه میکنه دیگه. اینم داره آجی یه شیطونکی یه ریزاماری میده. اوه خیره شده به این. چطوری؟ ولی حاجی آره دیگه اینا شکاریه. ای موتوریه. میگم تنها بود احتمالا. این احتمالا تنها بود. احتمال زیاد این تنها بود. بعد میخند. ببین خیلی عادی میگذرن. یارو نرفت دنبالش، نه اینکه بخواد بعدش اتفاقی بیفته، اصلا هیچ. خیلی عادی ازش گذر کردن. اوف. ولی از حق نگذریم اونایی که تو پرنکن خدایی دافای خوبی هن. چه تتوهایی داره این؟ میگه به چی نگاه میکنی؟ مشکلیه؟ خجالت بکش. دوست دخترت بغلشه، دستش چقدر راحت گرفتی. دوست دختر بنده خدا. اوه 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 دوباره خیره شد بشه. اوف چه
خوبن اینایی که میان تو پرنکاشون چه خوبن جی. خیلی خوبن دختر. این چه اومدی تو صورتش؟ اوه 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 اوه. آه دخترم دسته. بای بای. خب دوستان این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ما بیشتر سعی کردیم ریاکشن بریم، زیاد پاز نزنیم، شما هم ببینید و لذت ببرید، فقط باهاش کارای بد نکنید. امیدوارم که این ویدیو کپی رایت نخوره، اگرم خورد که مجبورم پاکش کنم. بچه‌ها ساب کنید، چنل بره بالا که میخوایم بتره کنیم و میخوایم اصلا یه ایده‌های بمبی تو ذهنم دارم. اینا فعلا سرگرمیه، یعنی اینجوری بگم که اینا اصلا هیچی در مقابل اون ایده‌ای که من دارم نیست. چنل رو ساب کنید، لایک کنید، واسه دوستاتون به اشتراک بذارید که خیلی کامنت بزرگیه. و یه چیزی رو میخوام آخر این ویدیو بگم و دوستانی که میبینن دوست دارم که بفهمن. این که ما مانیتایز بشیم یه روز اگر خدا بخواد 20% درآمدمون 100%، یعنی اصلا شک نکنید 20% درآمدمون میره واسه خیریه و ثابت میکنم، یعنی نه به عنوان ریاکاری یا واسه این که فقط بهتون ثابت کنم اگر مانیتایز شیم 20% درآمدمون همیشه واسه خیریه است و کمک به بچهای بی سرپرست، بد سرپرست، بچهای کار، بچهای بیمارستانی، هر کسی. و طبق عادت آخر هر ویدیو ما دعا میکنیم، دعا رو داریم، چه ویدیومون بد باشه چه اصلا ربطی نداره، ما دعا رو داریم. اول از همه از خدا میخوایم که همه مریضا رو شفا بده. دوم از همه میخوایم که همه ما رو پولدار بکنه و در صحت و سلامت کامل نگه داره. سوم از همه خودمون، شماها، همه بیننده ها موفق باشن، همه کسایی که تو ایران هستن، همه مردم ایران تنشون سلامت، جیبشون پرپور و دلشون شاد باشه. ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. دوستتون دارم.